این سیاره میلره، دقیقاً همون سیاره‌ای که توی فیلم میان ستاره‌ای دیدی، جایی که هر یک ساعتش معادل با 7 سال روی زمینه. اون هم به خاطر نزدیکی خیلی زیادی که به سیاهچاله غول‌پیکر به اسم گارگانتوا داره. پدیده‌ای که باعث میشه زمان اینجا کنتر از هر جای دیگه بگذره. پدیده‌ای که بهش میگن اتساع زمان گرانشی. جالبه بدونید کل سیاره میلر از آب پوشیده شده، یعنی هیچ قاره و خشکی وجود نداره و همه چیز آروم و بی خطر به نظر میاد. اما واقعیت خیلی ترسناکتر از این حرفاست، چون موجهای غیر قابل تصور ناگهان از دل اقیانوس بلند میشن. موجهایی که حاصل کشش گرانشی سیاهچاله هستن و با قدرتی غیر قابل توقف همه چیز رو زیر خودشون دفن میکنن. جو سیاره تقریبا قابل تنفسه، اما پر از مه و رطوبته. صدای وحشتناک امواج هیچ وقت قطع نمیشه. آسمون خاکستریه و خورشید هم همیشه کج و خمیده دیده میشه. در بالای این سیاره گارگانتوا قرار داره، یه سیاهچاله عظیم که مثل گرداب تاریک نور، فضا و حتی زمان رو در هم میپیچه. حالا شما بگید آیا ممکنه روی این سیاره موجودات زنده‌ای تکامل پیدا کرده باشن؟ و به نظرتون اگه ما انسان‌ها روی سیاره میلر قدم میذاشتیم چند دقیقه میتونستیم زنده بمونیم؟ اگه دنیای بیرون از کره زمین برات جالبه، خوشحال میشم با راست فکت همراه بشی.